سلام. امروز تمرینای هیتو داریم که برای هفته پنجم و ششم چالش اچ. چیزی که هست اینه که تمریناتون هیته و شدتش هم بالاه. قراره حسابی بهتون فشار بیاره، مخصوصا از نظر هوازی. بریم نه خواستم اینو بگم که ما این تمرین رو یه ستشو میریم و در واقع شما باید اینو 4 ست تکرار کنید. برای همین بعد از اینکه ما تموم کردیم شما دوباره از اول همه رو برای 3 ست دیگه ادامه بدیم. آفرین. برو بریم. سلام، خوش اومد. خب یه کمی گرم کنیم بدنمونو. پا باز جلو باریکلا. یکم پاها رو بچرخونیم. 2 1 داخل. خوبه، کمرم بکش کامل. 3 2 بالا دستو ببرین. 2 خوبه. 20 تا پروانه 20 تا طناب. بریم شروع کن. شما بپر. ایزی آپشنش برای کسایی که زانو درد یا کمر درد دارن بدون پرشه. بریم برو. 3 2 1 4 3 2 خوبه. بریم برای 20 تا طناب. شما بپر. ایزی آپشنش پنجه پایین. بریم 10 9 8 7 6 4 3 2 خوبه. خب تایمر رو من رو همین ست میکنم. 40 ثانیه تمرین داریم، 20 ثانیه استراحت. چند تا حرکت؟ 4 5 تا 5 تا. اوکی. حرکت اولمون رو یه توضیح بدیم. یه دونه اسکواته، یه دونه بلند میشم پروانه. برای بچه‌هایی که کمر درد دارن چی؟ شما بفرم. بدون پرش پایین. 1 2 حرکت دوم. حرکت دوم اینچورمه. برو آره خیلی خوب. حرکت سوم چی؟ حرکت سوم قیچیه. اونایی که کمر درد دارن نمیپرن، اونایی که دارن میپرن. حرکت چهارم میایم پایین. یه دونه پوشاپ دارین، یه دونه ماونتین کلایمرز. اگر نمیتونین پوشاپو خیلی برین زانوتون رو بذارین یا راحت ترش بخوابید رو زمین بلند شید. خیلی اذیت میکنیم ما. باش. خب حرکت پنجم اسکوات لا. دوباره از اول. ایزی آپشنش هم دوباره بچه‌هایی که زانو درد دارن خیلی برای لانچ نمیشینن، فقط میکشن عقب پاشونو. داره میاد. ما یه 3 تا با شما میریم. آماده؟ بریم پایین. 1 من ایزیشو میرم نمیپرم. تا جایی که میتونی سرعتتون رو بریم بالا. زانو جلو نمیاد، باسن کامل عقب. استراحت 20 دقیقه. آماده؟ 20 ثانیه است. کامل ضربان میاد پایین. دوباره شروع کنیم. 2 برو. وقتی میان جلو کمرتون رو پایین نندازین، پلنک بمونید.
ما نخوریم. بعدی قیچیه. تو ایزی میری یا سخت؟ الکی بابا باری کلا. پس من اینو میذارم پایین. پاها رو بکشید عقب اگر ایزی میرید. سرعتتون رو ببریم بالا که ضربان بگیرید. چه حسی داری تمام؟ خوبه ایرون پا داری مرمت بزن. تو ایزیشو برو برو این هستان. یه دونه پوشاپ یه دونه ماونتین کلایمرز. پوشاپ رو میتونید رو زانو یا چست داون برین. سینه رو بذارید بردارید. آماده؟ سرعتتون رو ببرید بالا. 3 2 1 دو سریع. خسته شدین زانو رو بذارید. پوشاپ دوباره بالا. برو بادی کلا. بزن. چست داون هم بخواب. پاشو قشنگ پا رو بیار تو شکم. حرکت آخر چالشمونه. سعی کنین زانوهاتون رو صاف نکنین. پایین بمونید. آماده؟ سکوات لانچ. بگیر توضیحاتو شما بگیر. من فعلا نمیتونم توجه بدم. چند کیلویی؟ حالا سبک و خوب. 1 باشه. واقعیت میگه هر چقدر وزنتون بالاتر باشه سخت‌تر انجام تمرینات هیت براتون. پایین ایزی آپشنش پاتون رو خم نمی کنید پشت، ولی اسکواتتون رو حفظ کنید. بیا بری کلا. سه دو تمام. خسته نباشید بچه ها. اینا رو 4 ست تکرار کنید. بعد از 5مین حرکت 1 دقیقه کامل یا تا وقتی که ضربانتون بیاد پایین صبر کنید. دوباره 40 ثانیه تمرین، 20 ثانیه استراحت. میتونید همین ویدیو رو دوباره بزنید از اول نگاه کنید. مرسی. فعلا خداحافظ.